قابلجان ظریفов. السلام علیکم. بچه نشناختیم تا. سفرتون بود همراه اویله؟ همسیف خودم بود. همسرتون همسرم همسیف خودم بود. خب مرد میکردگی زن، نامرد میکردگی زن. خدا دیگه آن روزهای دیگه اصلا نگرداند. دکتر گفت که حکمینش هستی دستی خداوند با. من در همونجا اشک ریختم. شما اثر گذراندید؟ شب هر دیمو. هر دیمو بود. صد باری دوشی من با درد آیشانم شکرانه میکنم از آب نانی خانم شکرانه میکنم. درود با بینندگان عزیز و ارجمند ما. درود با همانهایی که همیشه نوارهای ما را انتخاب میکنید و همیشه ما را تماشا میکنید. من که برنده برنامه هستم سلامی اهلی گروه رو به شما میرسونم. خرسند هستیم که با ما هستید و این شام نیز ما حرکت میکنیم که با پیشنهاد همین برنامه وقتی شما رو خوش گذرونیم. دوستان عزیز و ارجمند، تخمینا بعد گذشته 4 یا 5 سال اگر اشتباه نکنم ما تکرارا با همان نفر هم صحبت میشویم که با گذشته 4-5 سال قبل صحبت داشتیم. نهایتاً این شام مهمانی خوجندی باستانی و اول خصوص مهمانی برنامه ما هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان استاد صنعتی تاجیک قابلجان ظریفов. السلام علیکم. سلام و درود برادر عزیز مهربان. 5 سال گفته در نظری من خیال میکنم که 5 سال نخواهده که دین ما صحبت کرده بودیم. شکری خاکی تاجیکستان میکنم. تاجیکستان این دل و جانی من است. شکری هر یک خانه ای آن میکنم. از دیدارتان شادم. سلام و درود خودم را به کلی مخلصای عزیزی مهربانی ولایت سوخت شهر باستانی خوجند و امروز بسیار شادم که مرا باز در برنامه تان در خوجند باستانی دعوت کردید و امروز در خدمت مخلصا هستم. سلامت باشید. از آمدن شما اولش به خوجند باستانی و بعداً به برنامه ما هم خرسند هستیم. سلامت باشید. سلامت باشید برادرم. استاد کی بود آخرین سفر شما به خوجند؟ هر سال می بیایم در بزما، هر ماه قریب هستم در توی معرکه ها. در کنسرت قریب 2 سال شد. 2 سال شد که کنسرت نمانده بودم. برآمدتان در برنامه کنسرتی یا اشتراکتان در توی معرکه نباشد سفری عادی ندارید؟ مثلا برای استراحت یا نه میبیام همراه عائلوی آمدگی بودیم. در بهارستان بودم، در زمرد بودم، بسیار در بهارستان بودم. خیلی دمگیری میبینیم. اما این سفر از سفرهای قبلی هم فرق دارد. همراه یک نیت کردیم که همراه شاگرد عزیزم ارکین جان آدینیف روز 9 مای در روز 80 سالگی عید غلبه همراه ارکین جان یک کنسرت برای مخلصان عزیز با سرودهای نو پیشکشی مخلصان گردانم در مرکز جوانان به نام استاد لایق شیرعلی ساعت 14. این تشبوسی خودتون استاد یا تشبوسی شاگردتون؟ یعنی اقناع تشبوسی هر دیمو. هر دیمو بود. ارکین جانم امروز من شادم که در پهلوی من هست. ارکین جانم من فرق میکنم که شاگردین من هست. در دیار خدا شادرم خودی زیرآباد میگون در همونجا خدمت کرد. اما هر باری که ما باز ما میمودیم معرکه میمودیم میبرامد چقام بود که میبرامد میداشت سرودام گوش میکرد و امروز من بینید که سالها گذشتن و امروز ارکین جانم مخلصی خدا یافت و این تشبوسی وقتی که گفتم که من در خوجند کنسر میمونم یک برادر عزیزم گفتن که اگر 2 کس استاد شاگرد مونید بسیار زیبنده میشود و تکلیفی ما رد نکرد. در خدمت مخلصا هستیم. این اولین کنسرت مشترک شما است استاد؟ اول همراه کنسرت همین خواستم در خوجند در اینجا میتیم به خداخواد ولایت ختلان میریم، بدخشان میریم، در خدمت مخلصا هستیم. حالی در برنامه بعد باز 2 کسه چندی سرودا داریم به مخلصا به پیشنهاد میکنیم.
همین مخلصای خوجندیتون استاد پرسیدن عیب نداره مبادا از دیگر مخلصانتون یا اون مخلصانی که در دیگر منطقه ها زندگی میکنن یکان فرقیت دارن می استاد؟ بسیار همه سرودهای پدر مادر بسیار درک میکنن. باور کنید همین وقتی که میخوانی نه بلکه منم تماشا میکنم خواه همین هنرمنده خوجم باشن خواه هنرمنده همین دیگه جنبیان همین کنسیر کنن نگاه میکنی که همین پدر مادر میخوانی تیز همین درک میکنن آبهای دیدشو میریزد. چون که من خودمم که پدر مادر برمحل ما یا پدر رو گفته بودن همه وقت سرودهای من از نصیحتی هست نیمی همین سرودهای من نصیحتی هست بسیار همین نقص قبل میکنن مردم همین خوجندی باستانی. استاد در بودا خودتون قید کرده گذاشتید که سفرتون بود همراه اویله یعنی همسرتون. همسرم بسیار سفر میکنید همراه اویلتون به خوجند یا به دیگر منطقه؟ البته هم این از اون دلالت میدهد که محبت شما دوچند یا اینکه البته اویلوی چوبکی یا نمیمونه؟ نه چوبکی میگوین که مردم مرد میکردگی زن نامرد میکردگی زن. همین روز شگم شکل بگم من همسیف خودم بود. همسرتون همسرم همسیف خودم بود. خب دیگه اویلی اونا مادر عروس هم 35 سال در همین حکومت کار کرده بودن. پدر عروس هم در همین خوجند باستانی اون از چندی در همین پلکانی کار کرده در چوبی کارهای داخلی پیشتر در چوبی کارهای داخلی همین خوجند باستانی چندی سال اینجا هم خواندگی بود. پدر عروس هم که چخیل گویم سفرهای همین چخیل خدمتی که داشتن اساسا گرید و در قیراقم تولد شده. اینا فاطمه زهرا هستن. ثانی چخیل شده بعد همین ناحیه به هر ما همسیف شدیم چخیل گویم مهر و محبت پیدا شد. ثانی ما چخیل گویم ما که من تا صنف 8 اون وقتا 8 ساله بود مکتب قشلاقی ما کرود میگویم 8 ساله بود. 2 سال من 8 سال خواندم 2 سال دیگه در اینترنت خواندم. من در اینترنت همین مرکز خوانده همین چخیل شده یک دیگه را یافتیم. من امروز همین خیلی شده بود که برادرام که نمیدونستن اون چخیل بگم که در عرفیت میگم که کرپیه بینو پاچکته دراز کن. همین خیلی میگفتن دی برادرام میگفتم که نه من آخه میگفتن که ما آخه این چی یک گپایی بود که چخیل گمتونه که یعنی میفریم برای بدون نتی هم من میگفتم نه همیشه نقد مادر رو سام خیلی کارگری که دولتی بودن مکتب دیرکتوری که مکتب بودن خیلی سیاست داشتن. چخیل میگم یک همین معلمی چخیل بگم تربیوی میگشتم همین مکتب کلیدار رو میگشتم باور کنید طلبا همین تیز دعوت مکتب اومدن اومدیم دیگه هم من نقض میدیدم من اون چخیل میدونم من فرمودگی یکم خرد بودم در دنیا همین همسینفام از همین خردترین من بودم. باور کنید 4 سال راستش گم همین 4 سال من وزنم نمیرسید. من از همین خدمت استراش که میدادم میگم اون وقتا میخواد آزاد میکردن. 4 سال خواندم 4 کرسیم به برادر عزیزم وزن 46 کیلو شد. اون وقتا خدیمه کمتر پس بود. همین مادری کاملی جان همسرم من این خیلی نگاه میکردم. بعد ثانی بیاد بعد 4 کرسیم گفتن اکنون میروید. اکنون 1 سال دیگه ماندگی بود. همه هیچ یادم نمیشد کمیسر گفتم که کمیسر جان بالتایف بدن همه 1 سال دیگه تحصیل کنم. بعد میرم گفتم نه گفتن که تمام میرید. خیر آب و تاب میتن میگن خدمتی حربی رفتم 46 کیلو رفته 57 کیلو شده اونجا قد بلند شد اومدم همکرسان من نشناختن. همین صباحت نجمیدین بودن فرخت سیدی بودن خدا رحمتی زنده بود قربان علی عبدالله بودن. خلاصه همکرسان گشته نگاه میکنم بچه نشناختیم تا آمدم. بعد ثانی گفتم که انکم من دختری دیرکتور میبود
آدم فرستم. ثانی من همین چندین سال شد که قریب 35 از سال 1991 ما عائله برپا کردیم. 3 فرزند خدا بشکر در پهلوی من، در تمام پست و بلندی ها در پهلوی من است. من شکرانه میکنم که هم در پهلوی هم همین خیلی خداوند خیلی همسر داد. یعنی از سال 1991 با شما هستن ها استاد؟ زمانی عائله دار شویتون چند ساله بودید؟ هر دو هم سال هستید؟ 66 ما هر دو 66 66 باشد 26 ساله یا 27 ساله بودم. چون که من خودم زحمت کشیدم. چون که پدر موی بسیار برمحل پدروفتن، مادرکم بودن. منم اون مادرکم موی تربیه کردن. مکتب تمام کردم، کار کردم، همه چیز یافته، بعد عائله دار شدم. خلاص عائله دار شدن شما رو، داماد شدن شما رو پدر ندیدن؟ پدر ندیدن. در صنف 6 میخوندم که پدر موی پدروفتن. شما فرزندی که اینجا هستید؟ من نه. بعد شما ما 5 پسر و 1 دختر هستیم. ما 3 برادر در همون دوشنبه هستیم. برادرم هم هنرمند شایسته جمهوری اسلامی خرسند مرادی ظریف در تخت مرادی ظریف. ما 3 کس در پایتخت ماندیم. 2 برادری، 1 برادری کلاننگی، برادری خردنگی در دیار هستند. سلام دوستان، اناکنون 1 دقیقه وقتی شما رو میگیرم. باید قید نمایم که سرپرستی کلی برنامه ما این البته که بانکی ایمان اینترنشنال است. این بانک بخشیده به 25 سالگی خیش اکسی برنامه 2025 را آغاز میکند. انتقال پولی را تنها از ایمان اینترنشنال قبول کنید. برای هر یک 500 سومونی انتقال پولی صاحبی 1 ایدی گردید و اشتراکچی اکسیه شوید. امکانیت به دست آوردن یکی از ماشین‌های الکترونی BYD Y2 و مکافات پولی هر ماه را از دست ندهید. ایمان اینترنشنال، دوستی مالیوی شما. How would you say like my love in Persian? Azizam. خدا دیگه آن روزهای دیگه اصلا نگرداند. در همین یک برنامه هم بود، تماشا هم کردید ممکن شما چخیل شد. همون 2019 بود، 2020 بود، 21 بود. اما کسلی و با اصلا میگم دیگه نبیاره کووید 19 همین هم شد. من در همونجا اشک ریختم، اما اشکم اشکی ممکن وای بود، مهر و محبت بود که وای شد. نه که همین که در چراغ هدایت آنهایی که همونجا بعضی بی پدر و بی مادر هستند، بعضیش پدر دارد مادر ندارد، در همونجا که همین دستکش خیر بود، خداوند عمری دوباره بخشید. چند روز دوام کرد بیماریشون؟ 31 روز در برنیسخا رفت. 31 روز. انمی کامل جان وقتی که نبیره اولیم 7 ماه تولد شد، فرزند امی کامل جان، دکتر گفتن که خیلی اینش هستی دستی خداوند به نبیره با وای رسید. همون سال و زمان ها یعنی زمانی پهن گردیدن همین نوعی بیماری یعنی مانند کرونا ویروس، اگر یادتان باشد هر روز خبرهای ناخوش میشنیدید، خبری فوتیدن این یا اون نفر یا خبرها توسط شبکه‌های اجتماعی. هر باری که همین خبرها رو میشنیدید و یا عکس و نوارها رو از اینترنت میدیدید، همین خواطری شما دوچند میشد؟ البته یک روز فکر کردم، گفتم که یک سروده یابم که همین سروده منم ممکن مردم به یک دوای بخشد که همراه کامل جان زندگی آبی روان، نیم تنان راحتی جان، عمر آدم گذران، نیم تنان راحتی جان، وطنم تنج و امان، نیم تنان راحتی جان. برای آن کردم که همون شب و روز یک به هر یک فردی تاجیک یک چیزی در کار بود که همین مردم یک روح بلند شوند. من همین روز در طیاره گفتن که 40 دقیقه بمیرد، من هم دیدم که 35 دقیقه به ما رسیده آمدیم. خوجند آباد، تاجیکستان آباد، شکرانی آبادی تاجیکستان. استاد شما که با محبت عائله برپا نمودید، من در
мардуми мо бисёр мешунавем ҳамин суханҳоро ки ҳамин дӯст дошта оиладор нашаведон, чунки бисёри дӯст доштагиҳо ҳамин дур ба намеранд ё то охир намеранд. Шумо асар гузарондед, чӣ ҷавоб медиҳед ба ҳамин? ҳар кас аз худаш вобастагӣ дорад. бовар кунед ана. ҳамин манам мегуфтанд, манам бародарам натонистам, манам мегуфтанд охе чо мекунӣ ҳамин як ту ва ту ба духтар наметан. ман як бачи деҳқон будам. не ки ваям як гап истод, манам як гап истодам. як деҳқон бача будем. бовар кунед баъзе вақт як самолётҳо мегузашт, мегуфтам ҳамин рӯзе мешуд бошад ки манам самолёт шинам. не ки ҳамиш гузашт. мана худатонам дар боло қайд карда гузаштед ки бо тайёра омадед давоми 35 дақиқа. аммо мо шунидем ки устод аз тайёра камтар метарсида. бародари азиз, ки наметарсад? دیگه اونا چیکار گویم؟ اونا درونی. من هم بیرونی نشون دادم. شاگرد من پهلم بود. همین نگاه میکنم همه سرم نو کلش خم ماکم. اونا اگر درونی ترسن من هم بیرونی نوکشاد نشون دادم که از تیاره. دیگه همیشه باز میگم دست خداوند و استاد بیار استاد گفتم بچه‌ام یگان گرم از نترسید بچه‌ام ترس و هراس نکنید. از سمالیات باریم بی‌سپاس نیست. ما سخنی همون که در گوشم نه آمد من در خدمت شما هستیم. استاد آوازتون رو یاد کردیم. اگر ملال نبیاد این تالاری ما برای سرود سرایدن فکر میکنم که قلعه است. ای وای جانی مادر جانم نثاری مادر گم میزند دلم گم اندر خماری مادر آوازی فارمش را چشمی گنهرمش را من یاد میکنم یاد دور از کناری مادر من یاد میکنم یاد دور از کناری مادر مادری شب زنده دارم زنده باش قوه زور مدارم زنده باش گرمی های خانم از مهر توست آفتابی نوربارم زنده باش سلامت باشید زنده باشید یکم فنگرام هم اجرا کردم من باور کنید یک سال بود همین خوجان آمدم گفت که استاد شما اون وقتا مینی دیسک بود آدرا با اگه شما مینی دیسک ندارید نی گفتم آخه نه انا مینی دیسک از آب نانی خانم شکرانه میکنم از طفلکانی لانم شکرانه میکنم یاران طلب نکردم سیم و زری جهان با شعر جاویدانم شکرانه میکنم ما را وطن چه مادری غمخوار مشفق است بر مادری یگانم شکرانه میکنم دردی وطن اگر بود صد باری دوش من با دردهای شانم شکرانه میکنم از آب نانی خانم شکرانه میکنم
منم به شما تشکر میگویم که این بار دوم است که با شما هم صحبت میشم. و فکرم اگر با بهاش مخلصان میتونه یک صحبت خاکسارانی خوبه بود و یک بار دیگه از مخلصای عزیز، از مخلصای مهربان، از مخلصای شهر خوجند باستانی ولایت سوخت تکلیف میکنم که روزی 9 می در 80 سالگی روزی غلبه مهمان من شوند، مهمانی منو شاگردم ارکین جان شوند، ارکین جان آدنیف شوند. سلامت باشید. ما امیدی نیک داریم که خدا اگر خواهد تالار با هم شما هم دعوت میکنم. سپاس. خداوند نصیب کرده باشه البته ما روزها در پهلوی شما هستیم. سلامت باشید برادر جانم. ما از نام کلی مخلصان، هواداران و اخلاصمندان قابلجان ظریفов ایشان را به خوجند باستانی بار دیگر خیر مقدم میگویم. سلامت باشید. سلامت باشید. البته دوستان مثل برنامه قبلی ما با استاد صحبتی دور و دراز نداشتیم، اما حرکت کردیم که اون معلومات‌های ضروری بود در کاری رو از استاد اندکی پرسان شد و حالا صحبتی مفصلی ما با استاد البته در پیش است. یک بار دیگر خوش آمدید. زنده باشید برادر جان. تشکر کردم.